خب سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم این نیسان خسته و خاکاخولی رو با هم تمیزش کنیم و با هم اسپورتش کنیم. خب قراره اول رینگاش رو تمیز کردم، خاکاخولاش رو گرفتم، دیگه جلوی ماشین یکم تمیز کردم دیگه. بعدش میریم سراغ کندن برچسب‌های باربند که باربند رو خود کلا میکنیم و گرد و خاک روی سقف و توی بارو میگیریم و بعدش قراره که برچسب‌های باربند رو بکنیم. بعد بدنهای ماشین رو تمیز میکنیم که ببینید چقدر براق شد و توی باربنده که تمیز کردیم حالا برچسب‌های باربند رو هم میکنیم و بعدش میذاریم روی خود ماشین. اگه تا اینجا ویدیو دوست داشتی حتما لایک کن و منو فالو کن، چون قراره این نیسان رو با هم اسپورتش کنیم. ببینم از باربند که براق شد، حالا میذاریمش روی ماشین و جالبه که بدونین از قبل خودم این نیسان رو شوتش کرده بودم. حالا قراره که حالت پنوماتیک روش بندازیم و وقتی مثلا هیچی رو سیف میکنیم ماشین بخوابه. الان روی ماشین قرار دادیم باربندو و سقفش الان درست کنیم کار سقفشو. حالا برچسب‌های گلگیر زیر ماشین، برچسب‌های مشکی و روی شیشه را میکنیم. اینم از جلوی ماشین که تمیز کردیم و بعدش هم میریم برای عقب ماشین. الان یه نمایی از ماشین میبینیم که چقدر براق شد نسبت به قبلش، ولی شیشه هایی هم پیدا شد که بعد درستش میکنیم با چسب و یا دودیش میکنیم. خواسته به نظر شماست. اینم از عقب ماشین. توی کامنت ها بگین که قسمت بعدی ماشین چی باشه که چی بشه.